نمازخوان است، حجاب کننده است، قرآن خوان است، در تاری سرت برداد حرمت چه بجا بیار انشاءالله. این زن خدا بعضی هاندم اتیه گفتی شاید نگم هرکی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد، یک زنی مستوره کاکل پریشانش دهد. این هم از طرف خدا میتیه. ایو امرأتین ماتت و زوجها عن راضین دخل الجنه. کدام زنی که از دنیا میگذرد اگر شوهرش راضی باشد انشاءالله وکی است جنتی است. حدیث متفق علیه. شما مسلمان هستیم انشاءالله. بعد من حجاب داران خدا خواهر نفرت میکنه که حجاب کرده است، حجابش وظیفه اجرا ندارد، لباسای تنگ و تار. این حجابیت که زن اطاعت شوهر کند. شمس‌الدین ذهبی میگن همیشه زن باید که اطاعتکار شوهر باشد انشاءالله. چون که یک زن برای یک مرد خداوند آفریدگی است. برای یک زن آفرید شما از مادران خواهرانی که صدای من میشه شما شوهرها را حرمت کنید که مردمان تعظیم کنند از شما خداوند. چون که شوهر همیشه خداوندی است. این راهبر خانه یک تا خود افکاتم خورده تا آما خورده اکن صلاحات صحبت میکنیم انشاءالله قدری کن. نیم ساعت شاگرد هم جستن انشاءالله صحبت میکنن انشاءالله آهسته آهسته شاگردان خلافت تیار میکنیم. الله سبحانه و تعالی مبارک شکنه خدا خواهد انشاءالله. چون که آینده خدا خواهد میوطن با پیشرفت دین خدا خواهد همین شاگردا هستن. الله مبارک شکنه خدا خواهد. خدا این ملت دانش و الهام غیب خدا خواهد یک جای اون صحبت رو نگذارانیم. فقط آرام خامشی نگه داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جهاندار جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. سپاس و هم بر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بسم الله خدایا تیز کن تیغی زبانم را، و رحمان و رحیم از نصرت قرین گردان بیانم را. آجنامی خوشتر در جهان به بسم الله نیست، زان کی بخشنده ای اسرام و جز الله نیست. بسم الله را از جان و دل تحقیر دار، هر کی بسم الله گوید در جهیمش جای نیست. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم این خاندان مبارک. اولا با مناسبت انشاءالله فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارکباد میگیم. چنانه که بزرگان دعا کردن این حق هر یک انشاءالله، یعنی بزرگانی هست که در حق انشاءالله داماد و عروس باید انشاءالله دعاگو باشند. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و حوا. خداوند بین دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که بین آدم و حوا، و آن محبتی که بین یوسف و زلیخا، و آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه کبرا، و آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه زهرا پیدا کرده بودیم خدا بین اینها پیدا نماییم. در آینده فرزندهای صالح و صالحه از فضائل غیب خود الها کرامت نماییم. و چنین روز خرسندی و چنین توی سنتی سنی رسول صلی الله علیه و سلم الها با کل خاندان ما نصیب بداری. آمین و رب العالمین. یک چند سخن انشاءالله درباره داماد و عروس میکنیم، چون که امروزه توی انشاءالله سنتی است. عزیزان من، شمس‌الدین ذهبی در کتاب خودش چندین نصیحت ها برای زنها کردیان انشاءالله و سهم شما عزیزان میرسانیم. در حدیث های صحیح انشاءالله پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم میگن ایو امرأتین ماتت و زوجها عن راضین دخل الجنه.
کدام زنی که از دنیا میگذرد اگر شوهرش راضی باشد انشاءالله وکی است جنتی است. حدیث متفق علیه است عزیزان من. برای همین انشاءالله ما از زنها التماس میکنیم که اکثر امروز زنها سرکش شدن. در بعضی موردها ما با بچه ها صحبت میکنیم، اکثرش سرکشی دارن، اکثرش زبان درازی دارن، اکثرش شوهرها را انشاءالله آزار داده سادن، لکن وظیفه اینها نیست. شمس‌الدین ذهبی رحمت الله در کتابش یکشان وظیفه ها را میارن که گناه های کبیر آوردیان. امشب انشاءالله اینو مطالعه کردم. اولینش وظیفه داریم میگن زن باید که با شرم و حیا باشد. عزیزان من با شما دخترها داریم، دخترها را تربیت میکنیم انشاءالله تا سن 18 سالگی زیر انشاءالله دست ما و شما انشاءالله چی میگیرد؟ انشاءالله سبق میگیرد. معلم نخستین ما و شما هستیم، پدر و مادرها باید که دخترها را با حیا کنیم، دخترها را با حجاب کنیم، دخترها را نماز خوان کنیم. من گمان میکنیم که همین قشلاق ما و شما ده اکثر نسبتی مردها دخترها فعال هستند الحمدلله، که در خواندن قرآن، که در انشاءالله حجاب، که در عبادت بسیار بسیار هستند. چون که من مشاهده میکنم اکثری زنها نسبتی مردها فعال هستند. حال همین کم است، باید انشاءالله با شرم و با حیا بودن. این انشاءالله وظیفه زنک است آخر انشاءالله. حالی که مردها باید با حیا و شرم باشند. امروز مردها هم به شرم و به حیا شدن، امروز گناه نترسیده دارن، لیکن زنها میگن نسبت مرد باید انشاءالله خدا خواهد با حیا باشند، با شرم باشند. پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم میگن الحیا من الایمان، یعنی حیا از ایمان است عزیزان من، یعنی ناموس کردن از ایمان است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم حیاش میگن که حیای محمد میگن مثل چادری تگ عروس بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردک بودنش چنان حیا چنان ناموس داشتن که گویا که عروس زیر چادر میارن تا اندک وقت در این خانه مهمان است، تا اندک وقت ناموس کرده و حتی که طعام خوردنش مشکل میشود. دخترای ماشین یک جای بیگانه روند، حتی اینکه رفتار و گفتارش مشکل نشد، جای خانه نو بودگی است. میگه باید که با ناموس باشد. پیامبر بزرگوار الحمدلله که خودشون نیست میگد یعنی عروسی تگی چادر با حیا بنمیگد. حیا باید که دارد آدمی ذات، لعنت بر وجودی به حیا باد. کسی که به حیا شود، به ناموس شود، به حجاب شود، فرماهایی که اروپایی ها را که میپوشند و هم در لعنت الله از لعنتی انشاءالله پیغمبر بزرگوار است. عزیزان من ما شما مسلمان هستیم انشاءالله. بعد من حجاب داران خدا خواهر نفرت میکنم که حجاب کرده است، حجابش وظیفه اجرا ندارد، لباسای تنگ و تار. این حجاب نیست عزیزان من، باید که از بالای همه لباسای تنگش یک شینه پوشد انشاءالله، بالاش که زیر انشاءالله یعنی تگی زن باید که نمایان نباشد عزیزان من. همین حجاب میگن. حجاب امروز وظیفه‌اش اجرا نکرده است. رحمت دختران اخلاقات البته حرکت دارن که حجاب و بجا بیارن، با کاملتا پورتر کنن، نور بالای نمیشه. یکی وظیفه حجاب لباس باید که انشاءالله کشاد باشد. لباس های کشاد باشد انشاءالله. دخترهای عزیز صدای ما را میشنید. شما ما از شما انشاءالله امیدواریم که خدا خواهد آینده بیرق برداری، آینده انشاءالله مثل عایشه، مثل انشاءالله خدا خواهد خدیجه، مثل بیبی مریم انشاءالله در جامعه فرزندهای به دنیا میاریم و تو فضل حجابات و تو فضل خواندن قرآن شما و تو فضل انشاءالله رفتار و گفتاری که مثل انشاءالله مادرامو کردن. الحمدلله امیدواریم شما در انشاءالله خدا خواهد در این دهه ما در این انشاءالله دنیا وظیفه های اعلا انشاءالله اجرا میکنیم و اعلا به درجه بالا میرسونیم تکی انشاءالله خدا خواهد. امید مکلم است از شما خواهران و از شما مادران عزیز. دویم انشاءالله خدا خواهد باید که زن اطاعت شوهر کند. شمس‌الدین ذهبی میگن همیشه زن باید که اطاعتکار شوهر باشد انشاءالله خدا خواهد، چون که یک زن برای یک مرد خداوند آفریدگی است.
یک زن آفریدیم. شما از مادران خواهرانی که صدای من میشین چنان شوهرها را حرمت کنین که مردمان تعجب کنن از شما خداوند. چون که شوهر همیشه خداوند چی است؟ این راهبر خانه شماست، پرزیدنت خانه شماست. خدا واسط میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء. ما مردها را تربیت کننده آفریدیم در بالای زنها. عزیزان من ببینید تربیتگر آفریدیم. پرزیدنت همین است. شما وزیر هستید، وزیر از پرزیدنت یک پرده پس میستد انشاءالله. من اینو در ازبکستان ما شما جناب عالی باشد، وزیرها از پسترین اجرا کننده فرمان همون شاه هستند. شما هم زنها اجرا کننده فرمان شوهرات هستید انشاءالله. شوهر چی کار میفرمند باید که لبیک گوید انشاءالله خداوند اجرا کنید. حتی که میگن مرد بزنن صحبت کند باید که زبان دراز نباشد. اکثر میگن شمس‌الدین ذهبی خاموشی را برای خودش انتخاب کند، اختیار کند. وقتی که مرد در گپ میزنن میگن با دقت باشد، گوش کند، گپ گردان نباشد که تو خودت کی هستی من نصیحت میکنی. امروز از بین نصیحتی جامعه ویران شد عزیزان من. امروز از بین نصیحتی دخترامو بشرم شد. امروز از بین نصیحتی زنها و مادرها بشرم شد عزیزان من. چون که نصیحت کم است. امروز باباها این ماماها کجا شد؟ باور میکنیم دورای شوره این ماماها باباها همش تربیه زور میکردن. امروز ما نمیدانم چی بلا ما و شما در بسر مومد که باور میکنیم انشاءالله در نکاح وظیفه های عادی مسئله را باید بچه میپرسی میگه نمیدونم. حتی کلیم زبانش با کلمه نمیگه شرمندگی هسته. 18 ندون مرده بچه باید که کلمه ندانه نکاش نکن. ملائک صدای من نشنوه. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله دونه شهادت ندونه نکاش درست نیست. با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. نباشه مثل همون روسا خدا خواهد برین هم زکس کنین زندگی کردن گیره نباشه. بعدش میگم من ناموس میکنم کلمه گفتن به زبانش نمیگردد. آیا چطور مسلمانی باید؟ ما چی باید فرزندهای خوب سعدی گیریم و مثل بخاری گیریم و مثل نوایی باید از کجا میگیریم ما شما؟ بینیم باید که انشاءالله این وظیفه مرد است که پیش از زن دادن بچهش این وظیفه ها را باید اجرا کند. وظیفه زن است که پیش از شوهر دادن دخترش همون وظیفه های زنانش یک به یک در گوشش ریزد. کی میگرد بیچاره؟ ما ناموس کنیم. هر سوال داد از یارتش که داماد جان از زن نماز یاد گیریم میشانه. و زن خدا خواهد خواننده باشه استاد شد. آت شوای نه استاد شد. سهلایت نه استاد شد. نور بالای نور آخی. شد استادی کن. الحمدلله. از سهل کشید خدا خواهد استاد چه وقت کجا فرق داره. آخرین خیلی زنی ساله باشه نماز خواند کنه. نور بالای نور نمیشه. کتاب خواند کنه. غیبت گم میشه خدا خواهد. شب تو استادی که سر خدا خواهد من استادی کنه انشاءالله. نور بالای نه غیبت میشه نه بوتان میشه نه تومت نه گپی اخباراتی خدا خواهد دنیا میشه یا نمی. الحمدلله این زن باید که این خیلی باشد در تاری سر گیرش زنی که نماز خوان است حجاب کننده است قرآن خوان است در تاری سر برداد حرمت چه بجا بیار انشاءالله خدا خواهد. این زن خدا بعضی هانده میتیه گفتی شاید نگرد هر کی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد یک زنی مستوره کاکل پریشانش دهد. این هم از طرف خدا میتید. نه هر کی را خدا لطف کنه میگد اگر خدا یک انسان مهربانی کند در همه دنیا میگد یک زنی خوب میتکی فرمان برداری پارسا بینه زنی خوب خدا خود از جانب الله میشود میتید. هر کی را خدا لطف کند حضرتی حق آنش دهد. یک زنی مستوره یک زنی با حجاب یک زنی با شرم و حیا با تقوا خدا ترس انشاءالله خدا من مناسبت میده انشاءالله خدا خواهد منه این از جانب الله میشود خدا خواهد. اینه برای همین انشاءالله خدا خواهد این زنهایی که نماز خوان هستن ظلمش نکش ما جوانا دوست شو داره خدا خواهد انشاءالله. اینا آدم ها آرزو میکنن. اینا برادر در همینجا ششته است از لیمبور یک برادر یک هفته است از اکی بگم میداد که داملا جان من در یک زنی دختری نماز خونی افتادی
یک دختری با حجاب خداجو باشد انشاءالله. الحمدلله مسئله اجراش دست است. الحمدلله بیادر شکل من آدم آرزو داره. اصلی بود به اینجا چند کیلومتر است. یه چاله از همونجا اومده است که یک زنی نماز خون باشد که استر نکنم من امرو معروف کنم صحبت علما ها داشتیم 5 وقت نماز خون باشد قدری آیه ما برسد مادر ما حرمت کند از چی و شنیدگی از صحبت عالما که به کسی که ایمان دارد قدر انسان نمیرسد. ایمان دارد حرمت و ترتیب و انتظام و بجا میارد. چون که به کتاب خواندگی است. هیچی نباشد در کتاب یک دو مسئله خوشتامنه شنیدگی است. یک دو مسئله شوهر بزرگ بودن شنیدگی است. از همونجا بیچاره آمده که التماس من یک زنی خوبی افتادین. انا بینیم عزیزانی من تا چی اندازه شما نکی مناسب دید انشاءالله خدا خد شما باید که بای باشین. دائم محترم جماعت میگد از چیزی که میگد از شوهر میگد به خانه میارد شکرگزار باشد. عزیزانی من خدا همه را بای نمیکند. عزیزانی من بعض زنها بودیان شوهراش اذیت نفقه آزار میدادیان که من تو نرسیده چی شدم من تو نرسیده چی گرفتم چی دادی من چی آوردی چی من خوروندی پوشوندی. خدای تعالی هر تقدیرات که رگی میشه همه بای نمیشد. باید با صبر باشیم باید با طاقت باشیم. کدام زنی که زبان درازی کند و شوشه گوید که من از تو چی دیدم تو هیچیم نکردی آزارش یاد 70 ساله عملات خدا میگه حبته میکنه. پیامبری بزرگوار 70 ساله طاعت و عبادت که در پیش الله کردی الله حبتش میکنه از این چیزا. خدا خواهد شکر کن. شکرانی نعمتت افزون کند. کفرانی نعمت از کفر بیرون کند. شکرانی نعمت که انشاءالله خدا خواهد امروز کم بغل باشه سحر بای میشود. نه جنبت هیچ جنبنده از یک سو نخواهد تا که جنباننده او انشاءالله الله یک می جنبونش دیده که خدا خواهد این حیاته یک کسی تعنه نکن سمانی میشاد خودت بانکرات میشی. من حقیقه میگم برای شما یک میگه زن و شوهر میگه افکار خود ساده آدم گوش بریون یک بیچاره میگه کم بغل دوست کشته اومد که یگان کس هست که در راه خدا من در خیر کنم. میگه مرده گفت میگه برا پیش کزنه نمیتیمش گفت هیچ ندادم میگه براده پیش کردم اندک یک وقت گیزش که میگه همون مرد میگه خودش بانکرات شد کم بغل شد زنش پرتافتش برفت میگه دیگه شوهر کرد اینم بیچاره بعد در بدر نگشتگی شد. بعد میگه همون خانه که زنش شوهر که بود میگه همون خانه رفت میگه وقتی که میگه دوست کشید که یگان کس است که در راه خدا برای من خیر کند گفت که میگه زنک همین گوش بیرون خود از دادن میگه با اینو بینه این حیاته گفت میگه همین گوش بیرون برای گوتش آخی ما با سهر خدا خیر کو ماندم میگه برادر دید که شوهر خودشه گفت که مردک نگفت آدم بیا هم خیر کنن چی گفت دادی من امروز که در اومده که میگه دادشو گریسته آبی دیده که میگه دور من حالا این مردک گفت زنک برای چی میگیری گفت همین نردی دروازه آمدگی شوهرم به دست اول شوهرم گفت که همون نردی خانه شما رفتگی من بدون که هیچ دلگیر نشی یک زمانی منم مثل شوی تو بیچاره بود نردی دروازه تو رفتم پیشم کرده گفت این حیات دیدی گفت یعنی خدا خواهد یک کس نخواه یک کس تعنه نزن خدا خواهد خدا بخواد در یک دقیقه نیست نابود میکنه دنیا تا یک دقیقه نه یک تلچاک نکار نمیتید خدا خواهد یک تا بیماری هم میتید خدا خواهد انشاءالله میلیون در پیرست نمیشه آدم های 50 میلیون 60 میلیون در پیرستش دست تو دمی او پلی جمعی کرگی در یک خدا خواهد تلچاک بدون برمین نخنده انشاءالله خدا خواهد تعنه نزنه حیات همی خلاص خدا خواهد کم بغل هم الله میکنه و نبراره گفتی حضرت مولایی که نجنبد هیچ جنبنده از یک سو تا که نخواهد جنباننده او که شاه از پیش خود شاه از کجا شد کجا سایز پیش خود گدا شد و میگه اگر این میگه پاشوار خدا کنوشه این گداها را کی کرد اگر نقاش نیکان را سیریشتم بدان را در اینجا کی نوشتم اگر آدم خوب خدا کنوشه این بدا را کی کرد همه در حکم تقدیرش دواند به هر سوی که میخواند رواند بگردیم به همه حکم تقدیرات میشود در تقدیرات کشیدگی باشد کم بغلی حواره نشو بزرگا گفتن که اگر کوه بکو زنیم دادگی خدا را میگیری کوه بکو زنیم دادگی خدا را میگیری بخاری سوی کافر هم مبینی مبادا که فروز از شمع دینی
میگه طرفای کافران با چشمی بد نبید، اگر خدا بخواهش در اندک وقت عالی میشه انشاءالله. من شهرهای روس نمیگن بچه هایی که خدا جون نمازخوانی شام اونجا آبکای دیده ما گریه نمیکنیم. ما وقتی که سخنی خدا میشنویم، سخنی رسول الله میشنویم، آبی دید و یا میگه بیچاره آبکای دیده جاری سبحان الله الحمدلله در کوچه ها گشت بینیم. و هم انشاءالله خدا خود برمیم میگه تو کافرها با چشمی بد نبید. خدا بخواد انشاءالله خدا خود از ماند عالمی سخت میشد، از ماند علمدار انشاءالله خدا خود سخت میشد. یکی دیگر انشاءالله خدا خواهد وقتی خواب رفتن میگه شوهر در زن میگه در بهترین لباس نزد شوهر بیاید، حتی میگه خودش طلب کنه میگه جا بخواب بیاید. این ریفه زن به دست میگه در وقتی میگه خواب رفتن بهترین لباساش زیب و زینت یفتن، حتی عطر برای شوشش، عطر برای کوچه نیست در آمد یاد نبروید. خوشبویی کردن زن نزد شوهرش است عزیزانی من. اون لباس های قیمت بهای خداوند 300,000 و 400,000 را نزد شوهرش پوشه تا که شوهرش دلش از دنش نمونه، تا که شوهرش از دلش از دنش نمونه. یک دختر دیدم در مدرسه چنان گفته است که امروز برای چی مردها بعض اینا دست زده سالیم، برای چی گفتیم؟ جوابش که زنها از این مردها از زن خود سر نیست گفتیم، چون که زنهای ما زیر چه برای کوچه میتید خلاص. باور میکنه انشاءالله خدا خواهد. من شب رفته بگو، من نان استاده فقط تلفن کرده بگو همین شب زن تا بگو که همون لباس های قیمت با یک بارک در پیش من بود، یک من چپک زن رقص بگو اتر میگه جنده شده جنگیش که من رقص کنم با یکی در کوچه رقص میکنم پیشی مردانی بگونه هر میگرونه دنگر در پیش شوهری خودش گوه که بیا یک بارک من چپک زنم یک غزل خونم خودش یک رقص کن میگه تو جنده شده و باید رقص پیش شما باید کرنش در کن زیباگیش خدا خواهد و عدی کلان دوخوی کلاس مطبوع پیش شما زدنش در کار که ایبوی خوشی وی شما راحت کنه انشاءالله خدا خواهد. حتی گفتیم که شمس‌الدین ذهبی دنداناش وقتی خواب رفتن بشود زن اینه دنداناش خلال کرد، دنداناش تازه کند حتی از بوی دهنی وی اون مرد آزار نکشد. این هم با مردا تعلقاتی دارد. بچه های از شما خدا خواهد انشاءالله همین سحری نه کم شب خواهد نخدا خواهد هم دندانکات بشو و بعدش نه که ناس کشته خواه میرم بای اون زنکم خوب میسته خوب طاقت میکنه اون ناسه بوش وقتی کشی تو ناسه او باید بوی افلاسه میگه او افلاسه میگه میگه با دهنت بود بای موی لواکاتگی موی لو سنت نیست خدا خواهد موی لواکاتگی این مولا سنت نیست ریش سنت انشاءالله خدا خواهد. مولا بیدعت است موندنش انشاءالله. مولا سیخش میکنه به چه عقب میکنه چون در سابق شروع شده کلتور نشده انشاءالله خودم زبطه میگن علما افتیان مردم پیشی زن چنانه که آرزو میکنه که زنش زیبا باشد تو هم زیبا شو خدا خواهد. حتی در چشمات فقط با در کاشات نکشی در همین چشمات سرمه کشی در سنته با کاشات نکشی بعد بچه ها نمیبین خیلی کاشاش چین ده شموری و این گناه این خدا خواهد. حتی زن ممکن نیست بینه زن ها در لعنت پیغمبر علیه السلام که کسی که کاشاش هست با میگه بعض زن ها گفتن که یک کاشه شکری کاتمه چینده این کلام بدبخت برای باشه میگم کاشیندن این انشاءالله لعنت پروردگاره. یا کدام زنه که خوش خال میمونه در روش برای خوش روشیدنم خال میمونه دنداناش باریک میکنه عزیزانی من یا بینیش کشف میکنه یا که هر نمودی علامت ها را برای خوش روشیدن میکنه این لعنتی پروردگار اینم متخصص هم لعنت کرده عزیزانی من نکنه این کار خدا خواهد. کاشایی که چیزی که خدا داده تمام صفته هوای نشکرانه که انشاءالله خدا خواهد. برای چی ما گناهکار میشیم؟ چون که انجینیر ما شما الله هست. الله من شما را آفرید کدام صورتی که آفرید همین در باید شکرانه کنیم انشاءالله خدا خواهد. لفظی خدا خواهد لفظ در زیباگی نیست در لفظ است لفظ شیرین داشته باشد. زن باید که انشاءالله خدا خواهد معامله خوب داشته باشد. زن لفظ شیرین داشته باشد کار داشته باشد انشاءالله. نگه نگو من نگاه نکن نگه بخشلوگی و نگاه نکن خشوش نمیشه اخلاق و رفتار و گفتارش نزد اسلام قدر داره انشاءالله. میگه از یک زنی سیاهی میگه فرزنده خوب
ایوز زنی خدا خد پرین خوب است که با دیانت باشد، با ایمان باشد، نمازخوان باشد انشاءالله. و میگه خوشلوگیش نگاه نکن و از زیشتیش نگاه نکن، میگه انشاءالله خدا خد. باید که انشاءالله خدا خد شما مردها هم خداتون انشاءالله زیب که خدا خد پیش زن آگو لباسای خوب پوشیده خورد و هم گوید که از شوهر دارم دیر ملدیس کنید گریش نم نیتم که آرزو میکنیم هم آرزو داره خدا خد انشاءالله. من صحبت میکنم بعضی هاش میگد همون لباسای همون کارش کردیم نمیگه خواب را مردک میگه های پش نکنی میگه همون تب میگونه میگه وای سر لباس دافه آلیش که ترم مردک و سر یک موزیک شما کتم تو سر پیش زمین یک موزیک شیده سال بسال برای چه در اسلام وشنی روزه گرفتن مکروه علما گفتن. سبب شمیدانه وشنی روزه گرفتن مکروه سببش که خدا خواهد حقی زن است، حقی چشم است. این ناز و نعمت خدا برای چی داده؟ برای خوردن داد. کل ناز و نعمت ها برای انسان است خدا خواهد انشاءالله. این میگه وقتی که تا روزه میگیره آخه زن بیچاره کجا بره؟ حقی زن ادا کردنش وظیفه ما و شماست عزیزانی من. میگه دیشنی روزه نگی میگه بینه زنها هم روزه نفل گرفتنش مکروه عزیزانی من. ممکن نیست به اجازت شوهرش. اگر روزه نفل میگیریم باید البته شما پرسنش تکن که مرد اگه امروز روزه نفل نگیریم راضی هستینه ایلا میگه فقط همون گشنگی و تشنگیش میمونه خلاص الله در اجر ثوابش نمیداده. چون که روزه گرفتنش درباره چی هست انشاءالله مرد است عزیزانی من. مرد اجازتش که روزه نه که روزه واجبی سنتی روزه انشاءالله فرضی ده حق ندارد که مرد کمان دوت کند، لیکن در روزه نفلی گفته است حق دارد که انشاءالله خدا خواهد چکا کند کمان دکند، حق دارد انشاءالله به اجازت رازگی